های گایز، امروز میخوام در مورد این که دوست پسرت باهات بده. خب امروز روزیه که میخوام بهتون یاد بدم چجوری آرایش بکنید. از چی شروع میکنیم؟ اول خودت بگو چی دوست داری دیگه. خیلی داره محکم میذاره. دوست نه. سایه سبز نداری؟ سبز نه. سایه کیه؟ با آره مثلا اقل دو سینگلی نانای سینگلی نانای. خب های گایز، امروز میخوام در مورد این که چجوری کنیم بهتون بگم. چی بکنیم؟ کنیم و آنباکس. چی؟ نازنینه که خیلی این پشت به هم ریخت. بس اول این پشت مرتب کنم. چیزیه که میخوام بهتون یاد بدم چجوری آرایش بکنید. آره بعد با کانسیلرش. این درسته که من نصفم نیست؟ خب اول از کانسیلر شروع نمی کنید. از چی شروع میکنیم؟ اول خودت بگو چی دوست داری. خب دوستان دقت کنید که بعد کرم پود برداریم. اول کرم پودر این سایه کرم پودر کدومه؟ خب شوهرت باهات بده؟ اگه شوهرت باهات بده بزنش بکشش. بیننده هم ببینن تو چجوری درش میکنی. بیشتر بزن دیگه. نون نخوردیم مگه؟ نه نکن، من مدلم اینجوریه. دوست پسرت باهات بده؟ خب الان بهت میگم باش چیکار. بلاک. آنفالو. بعد حالا اگه پیام داد چی؟ دیگه پیام نمیده. ایمیل زد از پنجره اومد از در اومد. اگه از پنجره اومد دوباره بهش برگرد. بچه ها پس دوست پسر نگه باید دوست پسر شکل چیکار کرد باید بلاکش کنن؟ جوابتو نداد؟ باش بده آن باید بده دیگه. حالا بدی دیگه خیلی داره محکم میذاره. دوبس. هر چقدر محکم‌تر بزنیم بهتره. بله. چشتو ببند، نفس نکش. یه جوری کردن که من رو خفه کنه. این محتوای بدیه یوتیوب. وقتی فکر کنه مثلا تو من بکشی. نه نازی دارم نمیکشم. خب ببین الان سایه سبز نداری؟ سبز نه. چه رنگی داری؟ نود. نود نمیخوام، من یه چیز میخوام که الان تو کانسیلر نزدی که. من سایه اول میزنم. بله داره. آره اول زیر سایه خودش میگه سایه کیه؟ با کدوم سایه کیه؟ خب حالا با کدوم پخش کنم؟ با این با این که نمیشه. همین رنگا رو داره. فکر کنم مرد سایه‌ای مزخرفی داره. سایه‌ای چیز دوست دارم. خدا بده کانسیلر نزد پشت پلکم. من سایه میزنم اصلا کانسیلر نمیزنم. همونطور که مشاهده میکنی آروم میزنیم که مشخص نمیشه. باید بیشتر بزنم تو. با انگوش بزن. نه پیگمنت نه. چشتو یکم نقره‌اش داره میریزه. طبیعیه. حالا از این ور به این ور سری خوب. خب دوستان عزیز همکنون خب اینجا رو نزدی که. بابا تو چی کار دارید؟ اولا که تو خیلی زاویه بدی وایسادی. خب کدوم نزدم؟ اینجا پایینش قرار نیست بزنیم. بعدش ماجرا کنیم. اصلا قرار نیست پایینش زده بشه، فقط بالاه.
چی دوست داری الان؟ خودت بگو چی دوست داری. کانسیلر. من خیلی تو هی اونو باز می‌کنی. کانسیلر دوست. زیاد که دارم نمیزنم. نه. چطوره؟ عالی هستی عالی. چیزا پایین زدی ولی خب شاید هم درسته. نه خب من خط چیزم اونجاست با این کیسم که هست بالاتش هست. به طرف. خیلی با من بد برخورد می‌کنی که بدن نگاه به این شکلی تو ویدیو میاد میشه. کانسیلر تا سیبیلات اومد روز میخوام. که من تو هی بازوهاش منم دارم. نباید پاک کنی که باید بمونه. وی دماغم باید روش بتپم درسته؟ بتپی. آرش کلمه جدید بتپی. کسی قشنگ نیستش که. نمیدونم تو ذهنش چی میگذره ولی سایه دنبال سایه آبی یا سبز مثلا. نداریم. امیدوارم که خوب بکشی. همون که به نشون داده بودم اینجوری. خب تو چیز کن. دوستان ببخش پشت میکنم با شما. این همه خوب فاندیشن کردی اصلا پوست من خوب بود. چرا اینو خراب کردی؟ بابا اینجوری بکش رو به بالا. من خطو میذارم تو اینو بکش. تو اصلا دخالت نکن. تو اینو بکش. تو دخالت آخه نکن. خطا ببین بکش. دستو بردار. من دستم بزنم اینجا تو. دستتو بردار. بزنم مامانم چی یه لحظه وایس صحبت نکن. دوستان همونطور که مشاهده میکنین اگه خواستین آرایش بکنین با نازک‌ترین قیمت ها فقط برای آقایون. متاسفانه خانم‌ها نداریم. این چه کاری بود کردی؟ کاش خیلی اشتباه بود بچه. لوک چند نه میدی؟ روژ وای خیلی قرمزه. ببین نگه خواهی واقعا آرایش کنی همین شکل آرایش کنی. بله من با این روژه بلد نیستم کار کنم. من از اون روژه‌ای که میاد بیرون که با این 24 ساعت از من نه. خودت پخشش کن. دوستان چطوره کارم؟ از همین زاویه از خیلی دور فکر کنم قشنگم. اجازه بده. از خیلی 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 دور خیلی قشنگم نه؟ از همینجا عالی. حال هالووین من بود. یک مادر هندی جن زده هستم. میکاپ آرتیستم هم که معرفی کردم. بچه اگر لایک کنید منو ساب کنید برام کامنت بذارید خیلی خوشحال میشم واقعا.